آدم‌ها دروغ را همین خیلی زینت میدادند که میگفتند که گمان میکرده که وی راست است. از برای خاطر همون عادت دوره جاهلیت که در ذهن آدم‌ها، در عادت آدم‌ها بسیار هم جای گرفتگی بود، برای خاطر هوای از ذهن آدم‌ها، از عادت آدم‌ها را بودن، خداوند این را در قرآن عظیم شان در بسیار جا یعنی بیان کرده است. عقوباتش، اسبابش و این چنین کسانی که از این کار خودداری میکنند و توبه میکنند، توبه و قبول شدنش و عکس همون دروغ گفتن، ثواب راست گفتن خداوند در بسیار آیات‌های قرآن بیان میکند. از آن جمله چطوری که بیان کردیم، خداوند در قرآن عظیم شان در آیت 8 سوره بقره این بیان میکند که در زمانی که خداوند پیغمبر کرده فرستانید، بعضی کسها با پیغمبر خدا صدقاً ایمان می آوردند، صدقاً دروغگوییشان را ترک میکردند، صدقاً به راست میگذاشتند. اما در مابین ویها بعضی آدم ها بودند که ویها زبانشان خطه ایمان می آوردند اما در اصل دروغ می گفتند. پروردگار قصه ویها را بیان کرده می گوید که و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم بمؤمنین. پروردگار می گوید که ای محمد، این آدم هایی که نزد تو می گویند همه اینها ما با تو ایمان آوردیم گفته، اینها راستگوها نیستند. در مابین اینها بعضی آدم هایی هستند که به تو میگویند که ما ایمان آوردیم، اما نزد آن کسانی که ایمان آوردن رفته میگویند که ما به دوست شما به محمد دروغ گفتیم که ما ایمان آورده هستیم. از همه وزنین ترین دروغی هست که این در این دروغ هم خداوند دروغ گفتن، هم پیغمبر خداوند دروغ گفتن است. از همه وزنین ترین دروغ همین است. اکنون خداوند در دوام آیات میگوید که یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. میگوید که اینها میخواهند که خداوند فریب کنند و آن مؤمن ها را فریب کنند که ما ایمان آوردیم. خداوند به کردار ویها دانا هست، ویها را میفهم، ویها خداهاشون را فریب میکنند. در دوام آیت خداوند در آیت 9 میگوید که فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا و لهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. پروردگار میگوید که چرا ویها این عادت دروغگویی زمان جاهلیت ترک نمیکنند، مادامی که خداوند به ویها پیغمبر فرستانید، کتاب فرستانید، ویها نبوت پیغمبر مشاهده میکنند، پیغمبر خدا عامی هستند، این سخنها از آدم نمیبرآید، ویها میدانند که اینها سخنهای الهی هستند، اما همین را دیده باز دروغ میگویند. چرا؟ چون که در ویها ان همون کسلی دروغ گفتن که در زمان جاهلیت که در ذهن ویها یعنی جای گرفته است، ان همون کسلی هست میگوید. خداوند بیان میکنند. اکنون عذابش میگوید که ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. در این آیت کریمه کسانی که الله را دروغ میبرند، پیغمبر را دروغ میبرند، میگن برای ویها یعنی عذاب دردناک هست گفته خداوند در همین آیت کریمه یعنی بیان کرده است. اکنون دومین نوع دروغگویی اون دروغی هست که در حق خداوند دروغ میگن. یعنی خداوند خودش در قرآن عظیم شان، در کتاب‌های پیشینه، هم در همه کتاب‌ها خداوند پیغمبرهاش که دستور داده است که قل الله وحده، شما گویید که الله یک است، و همه پیغمبرها. لیکن بعض اقوام یعنی پیروان همین پیغمبرها پروردگار میگن و یک نیست و فرزندشه، میگن عزیر بن الله یعنی عزیر فرزند. بعضی ها میگن که خدا یک نیست، خدا چی است یعنی سه تا است، خدا زن دارد، فرزند دارد. اکنون همین از همه وزنین ترین دروغ همین ها که اینها در حق خداوند و در حق پیغمبر خداوند چون میکنن دروغ میگویند. از همین لحاظ اینها از آیات های قرآنی بودن، اما پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم درباره دروغ میگویند که کسانی که دیده و دانسته، گفتیم که دروغ دو خیل میشه، دروغ سهوا میشه، دروغ عمدن میشه. پیغمبر خدا میگن که من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. کسانی که دیده و دانسته یعنی دروغ میگویند، میگن که پیغمبر همین چیز گفت، یا که پیغمبر مثلا از دیگر کتاب ها روی بازار کرد گفت سخنشه، من گفته من دیده دانست، از نام من گفته پیغمبر گفته، قصدن یک دروغ میگویند، دانن که از برای خداهاشان در آتش دوزخ یک مکان ساخته. این از آیت از قرآن برای شخصانی که دروغ میگویند خداوند یعنی پیغمبر خدا را دروغ میگویند، در آیت قرآن عذاب المناک
و در حدیث پیغمبر آمده است که یعنی برای خودشون در دوزخ یعنی جای تیار میکنن. بله تشکر. استاد چون از رسول اکرم یادآور شدیم، من میخواستم خود زندگی اون کس یک مکتبی بسیار خوب اخلاق بود که مخصوصا برای صحابگان خودشان، برای ایال خودشان که واقعا هم در موردی همین عادتی بعد که دروغ گفتیم که عمدن و قصدن و انسان که مثلا گاه در انتخاب این همین مشکلی دارد و گاه آن را واقعا هم صریحانه که دیدی دانسته گفتیم که واقعا هم دروغ میگوید. پیش از من در اصلاح انامو صحابگان خودشان کدام تدبیرها رو بیشتر کار بودن؟ البته هر یک کار علاج دارد، خصوصا علاج آن بیماری های زمان جاهلیت خداوند در قرآن و از زبان حبیبش بیان کرده است. بسیار سوال پرسش خوب کرده، چون که این طوری که در آیت اول که گفتیم خداوند در سوره بقره در آیت 9 بیان میکند، این دروغ گفتن یکی از بیماری های زمان جاهلیت بود که دروغ میگفتن. اکنون علاج این خداوند در قرآن بیان میکند و این چنین پیغمبر خدا علیه السلام علاج اینا یعنی بیان کرده. در برابر آن کارهای زشتی که در زمان جاهلیت بود که باید مثلا یعنی فرزند ضعیف آدم حساب نمیکردن، که در قرآن عظیم شان مرتبه مادر از مرتبه پدر بلند و در حدیث های پیغمبر و همین طریقه این دروغ گفتن هم علاجش پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث های خود بیان کرد. از اون جمله در یک حدیثی که عبدالله ابن مسعود روایت میکنن، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یک روز صحابگانشون فضیلت راست گفتن بیان کردن که راست گفتن نتیجهش چی است و دروغ گفتن نتیجهش. وقتی که انسان فضیلت راست گفتن که درک کرد و مکافاتی به که فهمید، حتما عکس همون کار ترک میکنه. یکی از اولین تبابت پیغمبر برای آن شخصانی که در زمان جاهلیت که دروغ گفتن به خود عادت کردگی بودن، ان همین حدیث عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه است که پیغمبر خدا گفتن که علیکم بالصدق. در علماهای نحو صرف یعنی گراماتیک زبان عربی درباره همین سخن پیغمبر بحث کرده، میگن که در اینجا پیغمبر خدا یعنی واجب گردانیدگان امر دادگی هستند، گرچنده که میگویند همون کلمه سخن به امر و صیغه امر آمدگی نباشد هم، اما به دیگر صیغه آمدگی هم که باشد این امر به دلالت میکنه. پیغمبر خدا چی میگن؟ علیکم بالصدق، یعنی من شمایان را برای شمایان راست گفتن واجب میگردانم. یعنی بینید که بعضی ها شاید فهمیده میگوید که این پیغمبر خدا حدیث هاشون هم یا سنت است یا مستحب است. نه، حدیث های پیغمبر گاه به واجب دلالت میکنن، گاه به سنت دلالت میکنن، گاه به مستحب دلالت میکنن. در اینجا همین حدیثی که پیغمبر گفته که هستن که یعنی علیکم بالصدق، جمیع علماهای نحو، علماهای حدیث میگن که این لفظ پیغمبر به واجب دلالت، یعنی راست گفتن واجب است. راست گفتن کسی که ترک واجب میکند گناهکار میشد، اگر انکار واجب کند کافر میشد. از همین لحاظ پیغمبر خدا چی گفتن؟ علیکم بالصدق، ای امتان من، آن عادتی که شما در زمان جاهلی داشتید و عادت هلاک کننده شما بود دروغ گفتن، من شمایان به راست گفتن دستور میدم. هم گفته در دوام حدیث پیغمبر خدا فایده راست گفتن بیان کردن. البته وقتی که ما یک چیز خوبات وزمینش فهمیدیم، عکسش فایدهش که فهمیدیم، خداوند عقل داده است، ما همون کاری فایده ناک البته میکنیم. هم نه؟ بله. پیغمبر خدا چی میگن؟ فان الصدق یهدی الی البر. من شما رو میگم بیکار به راست گفتن دستور دادگی نیستم، چون که راست گفتن انسان به نیکی میبره. در دوام حدیث پیغمبر خدا نیکی به چی میبره؟ نیکی انسان به جنت میبره. یعنی مکافات راست گفتگان چی از جنت است. در دوام حدیث پیغمبر خدا چی میگن؟ و ما زال الرجل یصدق و یتحرى الصدق فیکتب عند الله صدیقا. خداوند در روز قیامت یک گروه آدم ها را از همه منزله بلند در برابر پیغمبرها و شهدا محشور میگردانید است. همونها کیا هستند؟ پیغمبر خدا همین حدیث میگه آن کسانی که میگه مادامی که ترک تماما دروغ که فهمیدن که دروغ زیان است، دروغ ترک کردن، به راست گفتن مشغول شدن، تا لحظه آخرانشون حرکت میکردن که
راست کن، خداوند ویها را در گروه راستگویان در نامه اعمالشون کتابت میکنه. بسیار بخت بزرگ است. اکنون در دوام حدیث پیغمبر خدا انما عادت زمان جاهلیت دروغ گفتن، مذمت کردن، زیانش بیان کردن. گفتن چی گفتن؟ ایاکم بالکذب، گفتن هرگز شما خداهاتون با دروغ گفتن نزدیک نکنید. ایاکم این یک لفظی هست که به مانند علیکم واجب است، یعنی ترک دروغ کردن برای شما واجب است. ترک دروغ کردن برای شما واجب است. گفته در دوام حدیث پیغمبر خدا چی گفتن؟ ایاکم الکذب فان الکذب یهدی الی الفجور. عقوبتش هم بیان کردن، چطوری که نیکی راست گفتن مکافاتش بیان کردن، اکنون جزا و عقوبات دروغ گفتن در دوام حدیث پیغمبر خدا شو کردن، بیان کردن. گفتن که دروغ گفتن انسان ها را به شرور فجور به معنی فجور به معنی شرور، انسان میگن دروغگویی به همه بدی ها میبرد، به کارهای شر میبرد. خیر شر، خیر نیکی، شر چی؟ بدی. نه به بدی میبرد. اکنون در دوام هوا که بدی کجا میبرد؟ عاقبت بدی کجا است؟ چطور عاقبت نیکی جنت گفتن پیغمبر خدا، عاقبت بدی میگن که ان الفجور یهدی الی النار. خدا پناه بده. کاری بد، کاری فجور عاقبتش چی است؟ دوزخ است. در دوام حدیث پیغمبر خدا چی گفتن؟ فما زال الرجل یکذب و یتحرى الکذب فیکتب عند الله کذابا. پروردگار پناه بده. پیغمبر خدا گفتن که روز قیامت آدم های دروغگو در وجه های نشانه پیدا میشده است. انسانی که در این دنیا اگر همون دروغ ترک نکرده، به همون دروغ سخن پیغمبر به عنابت نگرفته، پیغمبر خدا تاکید کردن که دروغ ترک کنید، دروغ عاقبتش بدی است، بدی عاقبتش دوزخ است، اینها را یک چیزی آسان گرفته به همون دروغ گفتن که مشغول شدن، خداوند ویها را در گروه کذاب و دروغگوها کتابت میکند. و این چنین در همین شرح حدیث پیغمبر خدا میگن که روز قیامت میگن وقتی که در محشرگاه زنده میشوند، آدم های دروغگو وجوههم مسوده، روحاشون سیاه میشده است. یک گروه آدم ها میبینن روز قیامت روحاشون از شبی که ما در این دنیا میبینیم تاریک ظلمات‌تر است، از این شب سیاه‌تر. و حتی میگن در شرح همین حدیث که از تاریکی قبر هم دیده روی ویها در روز قیامت سیاه‌تر میشده است. شخصان دروغگو. در این حدیث پیغمبر خدا علاجی چطوری که سوال داده، علاجی یعنی دروغ گفتن و همون فایده راست گفتن و عذابی یعنی چی بیان کردن البته بیان کردن. این درباره شخصانی کلانسال بود. اما شخصانی که کودکانی که از خردساله و اگر البته تعلیم دهید راست گفتن برای آسان است قبول کردن. در همین میگن که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یک روز در کوچه میگذشتن که عبدالله ابن عباس روایت میکنن که یک مادر کودکش را دعوت کرده، میگه که فرزندم نزد من بیا، من برای تو چیزی میدیم. پیغمبر خدا در تعجب شده به همون مادر خطاب کرده، گفتن که تو همون چیزی گفتی که به همین فرزندت میدی؟ گفت میدیم یا رسول الله. اگر نمیداده تو در گروه همون یکتب عند الله کذابا، در گروه کذابها دروغگوها تو کتابت کرده میشدی. گفتن پیغمبر خدا به هم در شرح همین حدیث میگن که اکن کودکان برای خاطر کودک مثلا میگن از خردساله شاید که از هم آشناشون که از کوچه خصوصا در همین دور زمان بسیار دروغگویی رواج گرفته است. ما اینو باید آشکارا بگوییم که در همین زمان عصر از سبب پیشروی تکنولوژی و مطبوعات و دیگر وسایل علوم بعضی جوانها البته بعضی ویها به دروغگویی از خردسالی عادت میکنن. اکنون عادت همین دروغگویی را علاجش هم اصحاب رسول الله بیان میکنن. میگن که وقتی که دونستید که گوده که شما دروغ میگید علاجی واس چی است؟ علاجش میگن شما اول اومد تو دروغ گفته سخت نگیرید، میگن شما باید عقوبت دروغگوها را قصه ها هست، افسانه های مثلا حیوان هایی هستن که دروغ میگوند، بچه اگر سن سالش گوده خود باشد بچه عقوبات دچار شده است، همونها را بیان کنید که من فلان زاغ دروغ گفت وای کرد، یا که فلان پرنده فلان یک حیوان دیگر، حیوانی که همون گوده گوش می‌دارد. در ذهن گوده ها حتما همون زردگوش و حیوان های وای هستن، وای هستن، و همونها مثال ها از همونها بیارید وای ها در ذهنشون. و این چنین حیوان های راستگو را که چقدر نجات می‌یابند قصه ها هستند، قصه ها از اطفال است و همونها ترغیب و تشویق کنید. و این چنین اگر نشود گفتن اگر این چیزه
بعد شما اگر انسان هایی که سن سالش کلان هستند و ایها رو شما آمده مثلا تو دروغ گویی اگر برای ویها وزنین و ایها را قصه قوم های دروغ که گفتند و سزاوار لعنت و نفرین خدا شدند. چون خداوند در قرآن بعضی قوم هایی که پیغمبرهاشون رو دروغ برآوردن دیده و دانسته حقیقت دروغ برآوردن، پروردگار ویها را لعنت میکند و پیغمبر خدا از به زبان پیغمبر خدا ویها را لعنت میکند. اما کسایی که راستگو بودن نجات ویها نجات یافتن، چخیل نجات یافتن، چخیل ویها را چخیل احترام یافتن، چخیل الا همین چیزها رو میگن. همون سن و سال فرزندهاتون به نگاه کرده خداشون به موافق از همون قصه ها و افسانه ها بیارید که تاز ویها رو از این عادت زمان جاهلیت، از این بیماری زمان جاهلیت ویها رو یعنی در حفظ نگاه داشته. پیغمبر خدا علیه السلام برای امتان خودشون خاک یاش هست، خاکی کلان هست، همین تعلیمات ها رو دادگی هستن که تا که امتان وی کس و این کسلیات دچار نشن. بله استاد تشکر. خب اینجا یک قسمت شما اشاره کردید در موردی که امروز واقعیت زندگی ما چنین است که یک دروغ گفتن یک جزء زندگی ما شد. آسانی مثال آسانی که اینجا یادآور شده حتی در گفتگوی تلفنی وقتی میگه شما کجایید من میگم من فلان جا، حالا که در همون جای گفته ایستادهش نیست. یا مثلا گاه در کاری سودا در کار تجارت وقتی مشاهده میکنید حتی یک شاهد یک حالتی بودیم که درست گفت و حضرت قبلگاهی من خیلی زیخ شدن گفتن که همین گپش او دانسته گفت یا ندانسته گفت که به نمیشود دروغ نگویید، دروغ گفتن در کار. و بسیار گوییم سخت زیخ شدن گفتن که این چگونه علاقه برای خودش انتخاب کرده است که زندگیش رو با دروغ ساخته است. گفته است که و گوییم برای خودش یک ایمانش راست کرده گفته است که بی دروغ نمیشود. در این مورد مثلا گوییم او گناهکار میشود حتما؟ البته چون که پیغمبر خدا مدامی که از دروغ گفتن نگاه دارید خداوندتون، خواه که باید دروغ به طریق هزیل است، شوخی است، خواه دروغ قصدن است، خواه دروغ رستن. من حاضر ما قصه یک صحابه که پسر عمی رسول الله بودن، قصه همین آدم حتی درباره سهوان نادانسته دروغ گفتن یک قصه شونه من برای شما بیان میکنم و جواب سوال میگذاریم. یکی از صحابگان پیغمبر عبدالله ابن زبیر. این عبدالله ابن زبیر این کس پسر عمی پیغمبر خدا علیه السلام. یک روز از پدرشون پرسیدن که پدر شما پسر عمی رسول الله میشید، شما همراه پیغمبر به مانند ابوبکر، ابو هریره، عثمان، عبدالله ابن مسعود نشستگی هستید و یا از پیغمبر خدا گاگو پیغمبر چنین و چرا گفته حدیث روایت میکنند، چرا من از شما یک بار نمیشنوم که یک حدیث از پیغمبر خدا شما گفته باشید که پیغمبر فلان چیز گفته؟ وقتی جواب پسر عمه پیغمبر حضرت زبیر پدر عبدالله رو بینه چی گفتن که ای پسرم من چرا نمیکنم؟ چون که یک روز از پیغمبر خدا شنیدم، پیغمبر خدا گفتن که کسی که من کذب علی فلیتبوأ مقعده من النار. پیغمبر خدا گفتن که کسی که بر من از نام من دروغ میگن یعنی جاهاشون دوزخ است. در اینجا بینید که در اینجا هیچگاه عبدالله یا که پدرشون زبیر صحابگان پیغمبر دروغ لیکن در شاید که فراموش خاطری هست، انسان هستم در همون سخنم یگون چیز از نام رسول الله گفته اضافه نکنم، گفته از خوف همین از ترس همین من میترسم که از نام پیغمبر خدا یک حدیث گویم گفتم. تا کدام درجه بینید که تا کدام درجه هیچگاه قصدم دروغ نمیگفتم، لیکن سهون نشود از زبانم نبرد که پیغمبر خدا همین چیز گفته از همین ترسیده گفتن پسرشون که من نمیگویم که از نام پیغمبر یک حدیث روایت نمیکنم. اکنون درباره این آیتی که گفتیم، اون حدیثی که گفتیم، این حدیث روایتی که گفتیم، خب که به طریق هزیل است، خب به طریق قصدی است، همش یعنی دروغ است. همش در نامه اعمال انسان گناه کبیره کتابت کرده می شود. از آن جمله کسی که با میگوید که در این زمانه دروغ نگویی، نعوذ بالله، پیغمبر خدا علیه السلام در حقشان یعنی پیغمبر ندونستند این زمانه بی دروغگویی نمی شده است. پیغمبر
از دروغگویی چرا من کردم گفته به این سخنش در حق معلم بشریت طعن میزند. چون که پیغمبر خدا چی گفتن؟ ایاکم یعنی از تمام جمیع نمود دروغ که در یک جا دو تاش استثناء کرده هستن پیغمبر خدا. از تمام دروغ به طریق شوخی هست، به طریق فراموشی هست، به طریق قصدن هست. از تمام دروغ گفتن خواهی که الله رو دروغ میگوید، پیغمبر خدا رو دروغ میگوید، همدیگراتون رو دروغ میگوید. چی گفتن؟ ایاکم یعنی خداهاتون نگاه دارید، هرگز نزدیکی نکنید. گفته پیغمبر خدا عذابش بیان کردن که این عاقبت دروغ خواهی که به طریق هزیل است، خواهی که سهون است، خواهی که بی‌پروایانه گفتن است، تحقیق نکرده، عاقبتش عذاب علیم هست و عاقبتش در حدیث پیغمبر چی اومد؟ دوزخ اومد. اکنون از همین لحاظ اون شخصی که گفتم نبینید، یک چیز باید ما، البته در اینجا یک چیز باید ما مشاهده کنیم. پیغمبر خدا در حدیثشون گفتن که چقدر که زمان اخیر می شود همین قدر دروغگویی پهن می شود، همین قدر محبت مابین آدم ها. من حضرت قبلگاهیتون بینید که عصری وی آدم بینید، در عصری وی ها شاید که الحمدلله دروغ گفتن انسان ها برای خود عیب می شماریدن که این آدم شنیدن. اگر همون سخن اگر در مابین همون همسنفاش میگفت یک از پروا نمیکرد، در بالای وی با یک کسی دیگه با سخن وی قوت میداد. اما آدم با ایمان، آدمی که طبق همون حدیث پیغمبر که عصر، حیات، زمان و پیغمبر که نزدیکی هست، این چیزها برای وی ها یعنی کره میتابد. از همین لحاظ البته به کدام وسیله که باشد دروغ. در یک حدیث دیگر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگن که در عوض 5 چیز خداوند 5 آفت یعنی به بندگانش عطا میکند. در کجایی که میگوین دروغگویی رواج یافتگی باشد، از همون جا خداوند برکتش میگیرد. مثلا گرفتن برکت چی است؟ در کدام خانه ای که شوهر عائلش دروغ میگوید، فرزندهاش پدر و مادرش دروغ میگوید، ما از عائله سر میکنیم. در همین جا البته مشاهده میکنید که وقتی که یک چیز میبیاد میداره هوای برکت ندارد، چون که از سبب همون دروغگویی. چون که در جایی که انسان که وقتی که دروغی گفت و خلاف گفتی خدا، خلاف گفتی رسول الله که کار کرد، در آنجا شیطان میداره. وقتی که شیطان که در آمد، ان همون برکات خانه، برکات طعام، یعنی از ولی حتی میگن علماها که در کدام خانه ای که میگن شیطان در آمده جاگیر شد و خانه میگن قصرم که باشد، در نظر صاحبانش به مانند یک جای تنگ، یک قفس نمودار میشود. اما میگن در کجایی که راستگویی باشد، خانه میگن گرچند خانه خردم که باشد به همدیگر راست گویند و خانه برای وی ها به مانند یک قصر یعنی نمودار میشه، چون در آن خانه از سبب راست گفتی و ها ملائکه ها جایگیر میشوند. وقتی که ملائکه جایگیر شد در آن خانه برکات است. از همین لحاظ یکی از زیان دروغ گفتن این برکات همون حیات انسان، برکات همون روزگار انسان البته کم میکرده است. بله استاد، تشکر. راستی در حدود یک برنامه ما به پورگی از مضرات این موضوع سخن کنیم کم است، به خاطر اونه که ما خوب میدونیم، از خوردی میدونیم که دروغ گفتن خصلت بدی انسان است و هرگز آدمان به همدیگر دروغ نگویند، فریب نکنند. و در انجام استاد اگر گفتنی باشه در خلاصه صحبت امروز ما، البته بسیار چیزی که ما در آیات فهمیدیم که خداوند این دروغ گفتن بسیار عادت بد بوده است، در ذهن انسان که جا شده و ترکش گناه بوده است، ترکش وزنین بوده است و ترک عادت امر محال میگن. در آخر یک حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتنی هستیم که شاید که انسان ها بعد از شنیدن این حدیث البته و قدر البته این کار، این مذمت، این کار زشت ترک کنن. پیغمبر خدا میگن که آیت المنافق ثلاثتون بلکه ثلاثون. پیغمبر خدا میگن که شخصانی که خداوند در قرآن و اینا رو مذمت کرده است، منافق جاش یعنی وعده کرده است که دوزخ است. ان المنافقین فی درک الاسفل من النار. ما آیات قرآن باید گوییم. خداوند در این آیت کریمه میگه منافقان میگن در چقدرترین دوزخ هستند. اکنون علامت منافق پیغمبر خدا بیان میکنه اذا حدث کذب. یکمین علامتی که انسان به همون فعیل خداوند به همون منافقی میبرده است این دروغ گفتن است. حدیث مدامی که ما گفتیم در پیغمبر خدا سه تا که گفتن، البته از باب امانت علم دوتش میگویم چون به هم دیگه ربط دارن. اذا وعد اخلف، وعدهش چه میکنه؟ خلاف میکنه.
و اذا اؤتمن خانه، وقتی که امانت میتید امانتشو میکند خیانت میکند. از این لباس، از این حدیث پیغمبر خدا علیه السلام گفتنی هستم که البته ما همه البته از کمبودی خالی نیستیم، همه در یک انسان ها کمبودی هست، لیکن وقتی که شنیدیم موافقه گفتی خدا، گفتی رسول خدا، گفتی معلم بشریت، زیان یک کاری که پیغمبر خدا که بیان کردن که اینقدر دروغ گفتن اینقدر زیان داشته است، هم در این دنیا هم در آخرت، حرکت کنیم پیش از همه ما خودمون باید که از دروغ گفتن خود نگاه داریم. وقتی که پدر و مادر، وقتی که همون مربی، وقتی که استاد خودش که دروغگو که نباشد، همون فرزند دیده هوای از هم دروغ نمیگوید و عادت صدق به راست عادت میکند. اما متاسفانه اگر پدر و مادر در نزد فرزندها دروغگو هم دیگه ان همون عادت پدر و مادر در ذهن فرزندها داخل می شود. و امروز یکی از مشکلات های همین زبانه که فرزندها که بسیار جنایت میکنند، ما میبینیم که بعضی فرزندهایی که بسیار هم به جنایت، البته این چیز با البته همون ارگان های صلاحیت دار این چیز تحلیل میکنن، اما از روی همچون خادم دین از روی تحلیل ما وقتی که بعضی کسا مراجعت میکنن درباره مشکلات عائله و مشکلات حیات، میبینید که یکی از هوا دروغگویی است. یکی از همین لحاظ گفتنی هستم که بینندگان عزیز وقتی که برنامه ما رو میشنوند، الحمدلله ما حرکت میکنیم که هر سخن، هر برنامه‌ای که میگیریم و چونکه پگاه در پیشگاه الله با اون سخن گفتگی جواب میگوید، باید که ما حرکت کنیم که از آیات های قرآن، از حدیث های پیغمبر بیان میکنیم. شنوندگان عزیزم البته این چیزها رو شنیدگی هستن، لیکن خداوند میگه یک چیز خوبی که گفتید و از تکرارش از منفعت خالی نیست. فذکر فان الذکر تنفع المؤمنین. بینندگان عزیز ما به قدر البته حرکت کنم که از این عادت زشت زمان جاهلیت، خداوند در قرآن کسلی زمان جاهلیت گفته بیانش کرده است، از این کسلی خودداری کنم. بله استاد، تشکر برای شرح این موضوع. و راستی اگر این برنامه در اصلاحی حتی یک نفر نیز خدمتی کرده باشد، ما سرفرازیم به خاطر اونه که ما خوب میدانیم که این عادتی بسیار بد است. پس در ترک این عادت همیشه که کوشش کنیم. این برنامه چراغ هدایت بود. خیر، خدا یار و مددگاری ما و شما است.